با سلام از استودیوی مرکزی رادیو زودی در پراگ شالوگل خوجه هستم. در خدمت شما عزیزان برنامه خبری امروز 13 نوامبر این موضوع را دارد. جزئیات حمله ظاهرا برای انجام حمله به دیدبانگاه اشغالبادی رودکی در هفته پیش یک تاجر بازار کاروان و سابق مرزبان کمک کردند. زودروز در خانه شروع شده در ارتش پایان یافت و یا چگونه دعوت تیرمای امسال به خدمت با کشاکش و با زوری بردن جوانان از خانه و کوچه جریان دارد. من تا کشالکه آچه جان گو سرم تمیرم او شما با عقبش خپی گو سرت نمیتیم من تا کشالکه را آورنش نیک من بدم بیویا نخم بیدم. و تاجیکستان و ایران امکانی ساده تر کردن رفت و آمد بین کشورهای همدیگر را بررسی کردند. یعنی انتظار داریم دولت محترم کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد. با گذشت یک هفته از حمله به دیدبانگاه اشغالبادی رودکی مقامات تاجیکستان از افشای جزئیات آن خودداری می‌ورزند. هرچند 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند حمله را 20 جنگجوی داعش انجام دادند و شماره نظامیان کشته شده را در این حادثه 2 و از حمله‌وران را 15 نفر اعلام کردند. دیرتر رادیو زودی معلوم کرد که تعداد قربانیان بیشتر از این است. حالا نیز به همکاران ما میسر شد که بعضی تفصیلات نوی این حمله خونین را به دست بیارند. در این مورد مومین احمدی اطلاع بیشتر دارد. قبل از شروع برنامه من از او پرسیدم که تا حال چی معلوماتی از حادثه صبح 6 نوامبر دسترس شده است. معلومات اخیری که از حمله به دیدبانگاه اشغالباد به دست آوردیم این است که به حملگران یک صاحبکار بازار کاروان کمک کرده است. از این تاجر اسکندر نام میبرند که دکانش را فروخته گویا 4 ماشین به حملگران خریده است. گروهی از تاجران بازار کاروان شهر دوشنبه میگویند در رابطه به دست داشتن یک تاجر این بازار در حادثه حمله به دیدبانگاه اشغالباد ناحیه رودکی از سوی کارمندان اوباب یا ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مورد بازپرسی قرار گرفتند. چندی از تاجران روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند پرسش آنها درباره اسکندر نام تاجر تخمینا 35 ساله ساکن ولایت سوخت صورت گرفته است. تاجرانی که مورد بازپرسی قرار یافتند ظاهرا از صحبت درباره اسکندر هراس داشتند و تاکید میکردند که با او چندان شناس نبودند. فضلالدین رحمانوف تاجری که در مکان اسکندر به سودای سر و لباس کودکانه مشغول است گفت او را هم بازپرسی کردند. او گفت که 1 ماه پیش با 126,000 سامانی این جای را خریده است. مقامات رسما این اطلاع را تصدیق و رد نکردند. به گفته منابع ما این گروه را انور نام نفر رهبری کرده است که قبلا در دیدبانگاه خدمت حربی کرده است و محض گویا او مکان جایگیرشوی دیدبانگاه و طرز حمله را به این گروه حملهگر نشان داده است. بعداً من از مومین سوال کردم که آیا ایزی داعش در این حمله ثابت شده است یا نه. بله شهلا، فرضیه ها گوناگونند ولی معلومات دقیق نیست که این حمله کار داعش است یا گروه دیگر. دلیل هم وجود ندارد که این کار کنیم که این کار دست داعش نیست. مقامات تاجیک از ابتدا اعلام کردند که حمله کار دست گروه تندروی داعش است. منابع رادیوی آزادی نیز تاکید میکنند که یچیکه های خفته داعش در داخل تاجیکستان و جنگجویان این سازمان تندرو که از خاک افغانستان وارد شدند در این حمله با هم همکاری کردند. تشکر مومین احمدی بود که بعضی جزئیات نو را در رابطه با حمله مرگبار به دیدبانگاه اشغالباد به ما و شما گفت. لازم به یادآوری است که وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمروی آن کشور به تاجیکستان گذاشتن دهشت افکنان حمله‌ور را رد کردند. ضمناً مرکز این کشور امروز نیز شاهد یک حمله خونین شد و ظاهراً آزادی رهبران طالبان هم نتوانست خشونت‌ها را کاهش بدهد. وزارت کارهای داخلی افغانستان خبر داد که صبح چهارشنبه در یک منطقه سرودم کنار این وزارت در شهر کابول ماشین سرشار از مواد ترکنده منفجر شده کمش 7 نفر را به هلاکت رساند. 10 نفر زخم برداشتند. اسکندر خوجا میرزاده در این باره گزارش دارد. صبح 13 نوامبر بر اثر ترکیش ماشین در منطقه قصبه شهر کابل کمش 7 کس کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ترکیش در کنار شعبه 15 پلیس
واقع در شمال فرودگاه کابل به وقوع پیوست. او افزود در مکان حمله 7 نفر هلاک شدند و احتمال شماره قربانی ها افزایش یابد. یعنی اینطوری بعد شدید بود که به شیشه های خانه کلش از یک سر میده شد. بیشتر مردم در به توتای شیشه از بین رفتن. دیدیم 4 طرف مردم افتاده بود از یک طرف. انفجار یک روز پس از تبادل 3 فعال طالبان و شبکه حقانی از جمله انس حقانی، برادری رهبر این شبکه سراج الدین حقانی، با 2 اسیر غربی استادان دانشگاه امریکایی کابل به عمل آمده باعث قهر و غضب ساکنان پایتخت افغانستان شد. شماری از تحلیلگران انتظار داشتند که تبادل اسیران به تحکیم نظم و آرامی کمک خواهد کرد. تا زمان نشر این گزارش نه طالبان و نه شبکه حقانی ترکیش روز چهارشنبه را شرح نداده بودند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دود و فیغان، کشمکش، تگرو کردن خانه و از هوش رفتن جوانان. تقریبا همه نوارهایی که طول 1.5 ماه اخیر از مناطق مختلف تاجیکستان به اینترنت را یافتند و جلب اجباری به خدمت را نشان میدهند همین صحنه ها را دارند. اما مقامات همانا به استفاده نشدن ابلوا پایفشاری میکنند و هیچ واکنش به این نوارها را تا به حال نشان ندادند. چرا این نوع دعوت به خدمت وطن در تاجیکستان رایج می شود؟ همکاران ما از نستایش وریم تحلیل کردند و گزارش را در تقدیم کیومرسی تو می بینیم. نسیم جان قاسموف ساکن ناحیه رودکی را روز 9 نوامبر در روزی که جشن تولد داشت و 18 ساله شد به ارتش بردند. برادر خورده او نعیم جان نقل می کند که صبحی بر وقت 8 نفر در خانه آنها را شکسته به تگرو کردن جهاز خانه و به زمین هوا دادن لباسهای داخلی جوان شروع کردند. نعیم جان میگوید این افراد برادرش را جستجو داشتند. در همین وقت نسیم جان از تریزه به خانه همسایه در آمده و از آنجا در داخل تهخانه پنهان شده است. یک از صاحب اومد رئیس محله تای پدوار بینن گفتن یافته موی سرش کشیده پای لیچ بهنسکی بردن شب به پاپشی دیاتش فرمای ملیسگی پوشیدگی بود تمام. مادر آنها گلبهار در کار بوده است. هرچند نعیم جان نورس از آدمان خشمگین ترسیده بود ولی با دقت هر قدم آنها را مشاهده میکرد. هم تا کشولکه آچه جان گو سرم تمیرم او شما با عقبش خپی گو سرد نمیتیم هم تا کشولکه را آورنش نک مای دم بیویا نخم بیدم. همسایه ها میگویند پس از آنکه نسیم جان قاسموف را دستگیر کردند او را تقریبا با تنی اوریان مجبوراً به ماشین بار کرده و به سمت نامعلوم بردند. بعد از چند روز بردن این جوان به نزدیکانش خبر دادند که او الکی به خدمت در قسم مرزبانی سفربر شده است. مقامات محلی اصرار می‌ورزند که آنها یگان قانون را پایمال نکردند. صباحت به ما گفت که آنها آمده به دست نسیم جان دعوتنامه سپردند. سوال به میان میآید در کدام لحظه وقتی که آنها در را شکستند، وقتی که او را در داخل و گرد و اطراف خانه مثل تروریست جستجو کردند، کی وقتی او را در داخل پدیست کشاله کردند. به قول حقوقشناسان شرکتداران شکار نسیم جان قاسموف و جوانان دیگری به اصطلاح مردمی ابلوا شده با این عملی خود بسیار ماده های کودکس جنایی از جمله سوء استفاده از منصب، دخل ناپذیری منزل، مالکیت و امثال این را ویران میکنند. آیا آنها در واقع سینی دعوتی هستند؟ من شناسنامه او را دیدم. در آنجا 9 نوامبر سال 2001 نوشته شده بود. به حسابگیری مهلت وقت از روز دیگری تقویمی آغاز می‌یابد. در ساعت 12 شب از روز 9 به 10 در روز 9 او نابالغ حساب می شود، یعنی وی 18 ساله نبود. با گفته فعالان حقوق بشر امسال نظر به سالهای پیش شکایت‌ها درباره ابلوا بیشتر شده است. ظاهراً با راه دیگر جوانان را به ارتش جلب کردن نمی شود. در مجموع در تاجیکستان 600,000 نفر سینی دعوتی هستند. از این رقم سالانه همگی 3% آنها باید به ارتش جلب شوند. غذای ناخوب، نارسایی، لباس گرم، مهترسالاری یا ددفشینه و از همه مهمش نبودی بخطری بیشتری جوانان را از خدمت در ارتش می‌گریزاند. سال گذشته 40 یا 50% بود. امسال تقریبا 80% مراجعت‌ها به جلب غیر قانونی دعوت به ارتش وابستگی دارد. تقریبا هر یک مراجعت به ابلوا و ویران کردن دخل ناپذیری منزل و تشخیص بی صفتی طبی مربوط است. احتمالاً هر سال اجرای نقشه مشکل‌تر می‌گردد تا اون وقتی که ما در ارتش اصلاحات قطعی را عملی نکنیم وضع بدتر می‌شود.
صرف نظر از نشر نوارهای زیاد در اینترنت و شهادت جبردیده ها، مقامات چون همیشه وجود موردهای ابلوه را رد میکنند. در وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که در صورت جای داشتن چنین حالتها باید به کمیسیه دعوتی محل جای زیست مراجعت کنند. تا انجام موسم دعوت تیرماهی به صف نیروهای مسلح تاجیکستان 2 هفته دیگر مانده است. این دوره است که جوانان سین دعوت کوشش میکنند تا حد اکثر از دست کارمندان کمیسیه دعوتی فرار کنند. برنامه‌ро идома медиҳем. ҳафтаи равон мақомоти тоҷикистону эрон дар теҳрон мавзӯи тақдими раводидро матраҳ карданд. солҳои охир ягида баҳсҳои тиҷоратӣ ва гилаҳои сиёсӣ боис ба тира шудани муносибати ду кишвари ҳамфарҳангу ҳамзабон шуд. аз чунин ранг гирифтани муносибот зоҳиран бештар аз ҳама сокинони оддии ду кишвар зарар диданд, чун ба қавли онҳо барои раво ба кишварҳои ҳамдигар дарёфти раводид ба садди асосӣ табдил ёфт. Зарангези Наврӯшов ва Шаълои Абдулло гузориш медиҳанд. мақомоти тоҷикистону эрон ба зарурати осону сареъ кардани раванди дарёфти раводид барои шаҳрвандони ду кишвар таъкид карданд. ин мавзӯъ дар 4-умин ҷаласаи муштараки машваратҳои консулӣ матраҳ шудааст ки рӯзҳои 10-11 ноябр дар теҳрон бо ширкати мақомоти вазорати хориҷаи Эрону Тоҷикистон баргузор шуд. як соҳибкори эронӣ ки солҳои зиёд дар тоҷикистон кору фаъолият дорад мегӯяд то 4 соли пеш барои будубош дар тоҷикистон ба осонӣ ва дар фурсати кӯтоҳ раводид мегирифтанд. баъзи қариби аз 3 сол шудаи ба чӣ ҳисоб ба чӣ проблема ки мо ҳаме документарам 100% метем, чизе ки талаб мекунанд 100% метем, на ки бо мора визо наметиҳанд. бисёри вақтҳо сабаби визо надоданам мепурсем, меган мо намедонем. ай боло гуфтагиян ки натин. ҳоли ин чӣ проблемае ки мора хеле мегам, мо бояд одами худумона бикобим, чиз чанд одами дига пеш равем то ки визомона бигирем. ин ҳамин проблем бисёр барои мо вазбинӣ кардесай, барое ки мо зиндагимон ҳамаш дар ҳамин Тоҷикистон. то 4 соли пеш барои равои шаҳрвандони эрон ба тоҷикистон визаи фурудгоҳӣ ҷорӣ буд. шаҳрвандони эрон мегӯянд он замон метавонистанд дар фурудгоҳ бидуни мушкил раводид ба даст оранд. пас аз роҳандозӣ шудани визаи электронӣ ба гуфтаи онҳо ин раванд тағйир ёфт. лағви судури визаи фурудгоҳӣ барои эрониён дар ҳоле сурат гирифт ки равобити дар солҳои гузашта хуби душанбеву теҳрон дучори танишҳо шуда буд ва бархи ҳамин тағйиротро ба муносибатҳои нохуби ду кишвар рабт доданд. яъне интизор дорем давлати муҳтарам کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد. قبلا در داخل مشهد میشد ویزا تیار کرد ولی الان مشکل است. بعد بریم تهران، هر کس از هر شهری بعد برود اونجا. احمدی وطنی شهروندی ایران که در تاجیکستان کارگاهی استحصالی دارد میگوید در واقع یک مدت دریافت روادید برای ایرانی ها سخت‌تر شده بود، اما از تجربه خودش میگوید 1 سال اخیر وضع بهتر شده است. من فکرم اینه که اگر کسی توی بحث ویزا مشکل داره شاید که مدارکشون کامل نیست. اگر مدارک کامل باشه، چون الان همه چی الکترونیک شده، اگر مدارک کامل باشه مشکلی نباید باشه. برخی از همصحبتان ما میگویند همین طور یک مدت سفر تاکنون تاجیکستان هم به ایران به آسانی دست نمیداد. بسیاری میشود که آدم کسل داره در تاجیکستان، مردم عادی که کسل دارن میخوان اپراتسیا کنن، خیلی ایران هم دکترای نقض داره، همین که ارزانتر میغلطای براشون چیز جای دیگر رفتن، برای همین نمیتونن همین سبب که ویزا بسیاری وقت شده که مشاردگیم ندادن نتونستن رفتن. این جزاش هم مردم عادی میبینن. ولی مقامات سفارت ایران در تاجیکستان در صحبت با رجای آزادی گفتند در دریافت روادید برای اتباع هر دو کشور حالا مشکلی وجود ندارد و احتمال در آینده باز هم وضع بهتر شود. اما در طی 2 سال اخیر کارشناسان از آغاز تلاش آشتی و نرمیش روابط دو کشور صحبت میکنند. در نشست اخیری مقامات دو کشور در تهران هم جانب‌ها از ایجاد شدن روندی مثبت در مناسبت‌ها یادآور شده از آزاد شدن شهروندان ایران از زندان‌های تاجیکستان استقبال کردند. شکارچیان در ناحیه سنگباری توجیکستان جسد و شناسنامه کوهنوردی روز را پیدا کردند. ریتیکووی 61 ساله ماه آگوست امسال به ناحیه سنگبار آمده بود، اما هنگام عبور موضع شکارباز در دره قرقیزاب به دریا افتاد. تفصیلات را فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. با این خبر برنامه را به پایان میرسانیم. تا صحبت بعدی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی همانا فعالند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا صبح فردا خدا نگهداری هر یک شما باشید.